کشید، هم میتینگ‌های سیاسی که تشکیل میداد، حالا پاسخ‌ها و اینا فراموش نمی‌کنم باشه. واقعا من ممنونم، خیلی زحمت کشید و تشکر میکنم. واقعا امروز یه توفیق شد. حالا درسته ما فکر نمی‌کنیم شما دوستان ایران تشریف دارن، اما خب این حضور شما ما شرمنده شدیم. ما باید بیایم سمت اسلام، ما بریم پیش شما. امیدوارم که انشالله ما هم بتونیم به اون که وظیفه اصلیمون، یعنی وظیفه اصلی شهرداری واقعا مقدار مسئولیت‌های اجتماعی ماست که نسبت به این کار مهمی که شما انجام میدید ما هم تلاش مضاعف داشته باشیم و بیشتر وقت بذاریم و هر آن چیزی که شهرداری حدسش در بیاد حتی بیشتر در خدمت این طیف عزیز باشه. حالا من چون که داره سخت میکنه نمیخوام سری مسائل بگم، اما ضبطش نکنه. علی آقا ما همیشه ارادت داریم زنده باشید، تو اجسته رو ما هستی آقا. زنده باشید. فلذا من هیچ وقت به اصطلاح نگاه هم به بحثی که حالا وجود داره، چون من خودم حالا بودار بودم با طیف بسی از خانواده سالگران و شهدا ارتباط داشتیم. معمولا پیش میومد میرفتیم پیگیری میکردیم اینا و این کاری که حالا کمپ و نگهداری و اینها یه چیزی نیست که مثلا حالا بعض وقتا خدا نکنه ما نظر بدی نسبت به شخص ما هیچ وقت نظرم بد هیچ وقت نمیشه و حتی خدا شده بعض وقتا مثلا هم از خودم میگم تا دوربریام میگم تا حالا همکارام میگم هیچ وقت نسبت به این موضوعات با نگاه بد نگاه نکنید، نگاه مثبت نگاه کنید و این یک امتحان الهیه، یک آزمایش برای همه ما و هم برای اونهایی که به اصطلاح توی این مدت توی شرایطی مثلا شاید دچار حالا اعتیادی بشن یا اینکه بعد که برمیگردن به مراتب از نظر خداوند میگه اونهایی که توبه میکنن و بازگشت دارن به مراتب اجر و پاداششون بیشتر از اونهایی است که مثلا دچار حالا امتحانی در این شرایط نشده باشه. فلذا ما به همه این عزیزان هم تبریک میگم به خاطر کارهای خوبی که در حوزه هنر دارن انجام میدن و بس صنایع دستی و حالا تو بس هم صنعت دوستمون که حالا بس با قول ما سیستم سخت افزاری ما بگیم چه نرم افزاریش فرق نمیکنه، حالا نمیتونیم بکنیم و اینها همش دلیل بر اینه که از استعدادهای خوب این عزیزان برخوردارن، واقعا از استعداد خوب برخوردارن و ما هم باید جناب آقای امیرحسین عزیز، امیرحسین احمدپور عزیز و جناب آقای ملازاده که به عنوان مسئولیت سازمان فرهنگی اجتماعی ما هم باید تلاش میکنیم که این استعدادهایی که وجود داره و این قابلیت‌هایی که وجود داره تبدیل به بالفعل بشه. ما در همین اندازه بسنده میکنم و مجدد از جناب آقای شیخ صفا تشکر میکنم، جناب آقای علی یزدانی که روش محبت دارن، سلامت باشه، خبرها، برنامه‌ها و همکاران خودم و جناب استاد عزیز که محبت کردن جدا و مددات درتون کردیم. خوشحال شدم و به شما عزیزانم هم سال نو به همه مجموع تبریک میگیم و امیدوارم که خدا به همه تون سلامتی بده، به سایتون هم مستدام باشه، در سر خانواده‌تون با آرزوی موفقیت هرچه بهتر و بیشتر. ما در خدمت هستیم. متشکرم.